قسمی که گفتم دوستان گرامی، ما در یک شرایط بسیار بحرانی در افغانستان قرار داریم که جامعه ما باید به یک اتفاق، به یک اجماع برسیم که در مقابل بعضی از ظلم‌هایی که در حال رخ دادن است سکوت نداشته باشیم. حالا هر کس در هر جایی که میایه راجع به همین موضوع گپ میزنه، باز بسیار زود قضاوت بیجا میشه. ما یک شهروند ساده افغانستان هستیم و دلسوز کشور هستیم و میخواهیم درد دل خودمون بگیم. افغانستان خانه کل ملت است، پس ما حق داریم راجع به کل موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چیز شکایت بزنیم، تبادل نظر کنیم و نظرخواهی کنیم و اصلا مطرح بسازیم که خواسته ما راجع به افغانستان یا افغانستان آینده یا نوع حکومتداری فعلی در افغانستان